شما موقع بازی هم همینقدر اعتماد به نفس داشتید؟ من حرفه‌ای بازی کردم تو تمام. نه اصلا اعتماد به نفس یعنی کلا مثلا به همین همه رو دریبل می‌کردی و می‌رفتی، اصلا پاس ماس هم نمیدادی و می‌رفتی همین. آره جان، من یه نقطه اینجا آخر گفتم دیگه فکر نکنم مثل من بیاد. شما اگر فیلمش داشته باشید یا صدا سیما خصوصا میتونید دوزم بگید بیاد پخش. من توی یه بازی شاید بالای 14 15 نفر دیر دادم. حالا میگی چطور 14 15 نفر؟ 14 15 چجوری؟ خب همین نمیخوام بهتون بگم. مسی الان 14 15 نفر دیر میزنه. بذار من بقیه‌شو بگم. این توپ کانال شد. اون پاکتیس ارومیه اگه یادتون باشه تو لیگ بود یه زمانی سان کردن، دروازه‌بان ما محمد گلابزاده بود، توپ گرفت انداخت پشت 18 قدم، من توپ گرفتم، همه اینا رو دریبل زدم، دروازه‌بانشون هم دریبل زدن. حالا اونایی که دریبل می‌خوردن بازم میومدن دریبل می‌خوردن. حواسه این 14 15 تا شما تو یه صحنه من فکر می‌کنم چجوری شما همه رو دریبل کنید، دوباره دور بزنید، دوباره دریبل. اصلا این بازی عجیبه. گفتم که کاش فیلم شما برید تو رو خدا. فکر کنم صدا سیما خصوصا داشته باشه. آره نری موسی اینا می‌بینید. آره اصلا خیلی شیرینه. من